خداداد خایمال بعد از کسشرایی که توی برنامه زنده گفت حالا وقیحانه داره ادامه میده. ببینید خودتون. ما در طول شبانه روز بارها و بارها جمله کسخل استفاده میکنیم. بارها اجازه بده. نه از شما میترسم، نه گنده تر شما. من دارم، خیلی هم گنده دارم، از کسی هم نمیترسم. بارها و بارها این استفاده میکنید. یه عده‌تون میگید دیوونه، یه عده‌تون میگید کسخل. چیزی که فوتبال ما رو برداشته همین ریاییه که میکنی. شما که تو رفاقت به رفیقت میگی، بعد جای دیگه نمیگی، جای دیگه هم میگی. ریش داری، فکر به ریش نیست، به خدا به ریشت به حضرت عباس. این کسخل دوزاری خایمال لومپن هنوز نمیدونه هر حرفی جا و مکان خودش رو داره. ما میدونیم تو آدم کسشری هستی و میدونیم که صدا و سیمای تخمی هم لیاقتش آدمایی مثل توئه، ولی قرار نیست هر کاری که توی خلوت میکنی رو اینجام بکنی. یه دفعه زنت رو هم بیار وسط برنامه زنده ترتیبش رو بده دیگه، چون شبیه جمعه ها انجام میدی و دنبال ریا نیستی. اینقدر این سالا لجنبازی‌های خداداد رو دیدیم که اکثرمون آرزو میکنیم کاش اون سال توی ملبورن این صحنه رو دیده بودیم. کریم باقری دایی یه فرصت خوب، حالا پشت مدافعان خداداد عزیزی، دهن تو گاهیدم خداداد عزیزی، کیرم تو مغزت خداداد عزیزی.